سلام دوستان مهربان، این برنامه اخباری آزادی است که شما را با تحولات مهم در تاجیکستان و جهان شناس می‌کند. امروز 20 می این موضوعها را داریم. پوتین امیدوار است که از حساب توسعه همکاری با چین مشکل‌های اقتصادی مربوط با جنگ اوکراین را برطرف خواهد کرد. ما آماده ایم که من بعد نیز بازار چین را که با سرعت رشد میکند با همه این انواع سوزشواری به طور منظم و پایدار تأمین کنیم. مشتریان و تاجران در تاجیکستان از اندازبندی احتمالی همیان‌های الکترونی ناراحتند ولی میگویند علاج دیگر ندارند. و در ادامه گزارشی داریم به مناسبت زادروزی شاعر معروف تاجیک لایق شیرعلی. چرا تا امروز محبوبیتش کم نشده و اشعارش ورد زبان هاست. خواهم که از نه کودکی نادان شوم، باز میخواهم که از نه کودکی گریان شوم. رئیس جمهوری روسیه ولادیمیر پوتین روز 20 می در پکین با رهبر چین سی جین پینگ دیدار و گفتگو کرد. محور این مذاکرات عمیق‌تر کردن رابطه‌ها در عرصه انرژی و نمایش جبهه واحد در برابر آن چیزی بود که هر دو رهبر آن را نظام جهانی تحت نفوذ غرب می‌نامند. همکارم طاهری سفر با تفصیلات بیشتر. سی جین پینگ در آغاز این دیدار گفت که چین و روسیه باید دستگیری یکدیگر را برای رشد و احیا ادامه بدهند. جهانی امروز از آرامی و ثبات بسیار دور است و سلطه طلبی و برتری جویی خطرهای عمیقی را به وجود می آورند. جهان به خطر بازگشت به قانون جنگل روبرو است. پیشنهاد من درباره ساختن جامعه بشریت با سرنوشت مشترک و 4 تشبث جهانی از جانب جامعه بین المللی از جمله روسیه به طور گسترده پشتیبانی یافت. ولادیمیر پوتین رابطه‌های دوجانبه را در سطح بی‌سابقه ارزیابی کرد و گفت که روسیه در سایه جنگ ایران و بسته شدن گلوگاه هرمز که بازار جهانی نفت و گاز را به مشکل گرفتار کرد، یک تامین کننده با اعتماد انرژی باقی میماند. ملاقات در زمان برگزار می شود که روسیه سعی دارد قراردادهای نوی درازمدت انرژی را با چین به امضا برساند. می خواهم تاکید کنم که روسیه و چین در بخش انرژی فعالانه همکاری می کنند. کشور ما یکی از بزرگترین صادرکنندگان نفت، گاز طبیعی از جمله گاز مایع و انگشت سنگ به چین است. ما آماده ایم که من بعد نیز بازار چین را که با سرعت رشد می‌کند با همه این انواع سوزشواری به طور منظم و پایدار تأمین کنیم. مسکو از جمله خواهان پیشرفت در طرح ساختمان لوله گاز قدرت سیبیر 2 است که زمانی دراز است و تأخیر افتاده است. این طرح برای مسکو که پس از حمله روسیه به اوکراین بازارهای اروپا را از دست داد اهمیت حیاتی دارد. جنگ در ایران و به هم زدن حرکت کشتی‌ها در تنگه هرمز ضرورت این مذاکرات را افزایش داده است. سفر پوتین 4 روز پس از آن صورت گرفت که دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا پس از گفتگو با سی جین پینگ پکین را ترک کرد. سی جین پینگ و ولادیمیر پوتین نخست پسی درهای بسته و در دایره محدود مذاکرات انجام دادند که عادتاً برای بررسی موضوعهای حساس پیش بینی شدند. سپس مذاکراتی وسیع با حضور هیئت‌های دو طرف ادامه کرد. بنا به اطلاع حکومت روسیه انتظار می رود دو رهبر شام 20 می شاهد امضای 21 سند باشند، از جمله بیانیه مشترک درباره تحکیم شریکی همه‌جانبه و همکاری استراتژی و هم اعلامیه دیگر درباره ترغیب جهان چند قطبی و شیوه نوی روابط بین المللی. در بیانیه‌ای که رسانه‌های دولتی چین نشر کردند، سی جین پینگ گفته است فضای بین المللی پیچیده و نااستوار شده، عمل‌های یکجانبه سلطه طلبی اوج گرفته است. این سخنان به طور وسیع همچون اشاره به ایالات متحده آمریکا و متحدان آن معنی داد می‌شوند. حالا چین بزرگترین شریک تجارتی روسیه است و تقریباً نصف نفت صادراتی روسیه را می‌خرد. شرکت‌های چینی همچنین و تامین کنندگان اساسی مال و محصولات، تجهیزات صنعتی و فناوری‌های دارای تعینات دوگانه تبدیل یافتند که به گفته مقامات غرب به پایداری زمینه‌های نظامی و صنعتی روسیه کمک می‌کنند. این سفر در زمان صورت می‌گیرد که از امضای قرارداد شریکی استراتژی میان چین و روسیه 30 سال و از زمان امضای معاهده حسن همجواری، دوستی و همکاری میان دو کشور 25 سال سپری می‌شود.
رو می‌آوریم با موضوعهای دیگر. بعد یک تصمیم اجنسی اینواتسیا و فناوری‌های نو تاجیکستان چند روز می‌شود اکثر نقطه‌های سودا و خدمت‌رسانی دوشنبه از قبول پرداخت‌ها توسط همیان‌های الکترونی پرهیز می‌کنند. زیرا طرحی که قرار است پس از مرحله آزمایشی از ماه سپتامبر امسال اجرا گردد اندازبندی شدنی همیان‌های الکترونی را پیش بینی می‌کند. مقامات می‌گویند اقدام پیش گرفته آنها نه به دادوگرفتی عادی ساکنان بلکه به صاحبکاران دخل دارد. تاجران در نوبت خود می‌گویند که روند مذکور باعث گران شدنی مال و خدمات خواهد شد. ارشاد سلیمانی و شهلای عبدالله کوشش کردند که به این موضوع روشنی اندازند. یک تصمیم اخیر آژانسی اینواتسیا و فناوری‌های نو تاجیکستان نعیم جان دانشجو را سرگردان کرده است که از بانکومات‌ها پول نقد پیدا کند، چون دو سه روز اخیر در بیشتری نقطه‌های سودا و خدمت‌رسانی دوشنبه از پذیرفتن پرداخت‌ها توسط همیان‌های الکترونی دست کشیدند. تاکسی‌ها هم مقصد نمی‌گذارن که میگه که نالوگ میسپریم، برای دیگه قبول نکرده سن شمی نالیچکا میگم فقط. آژانسی اینواتسیا و فناوری‌های نو تاجیکستان 1 اپریل طرح آزمایشی را برای تنظیم اندازبندی صاحبکاری انفرادی پیشنهاد کرده است که من بعد عملیات تجارتی توسط همیان‌های الکترونی اندازبندی می شود. این طرح در میان شهروندان و تاجران خدمت‌رسان‌ها چی در داد و گرفت معمولی و چی در شبکه‌های اجتماعی نگرانی و نارضایتی‌ها را به بار آورده است. سنیمت میکنی بانکمات خودش ایتک فایز میخره. با این نالوگ شموندیان بو فقط چه جبر در سوداگرو میشوه. چی در کره همه چیز؟ سنیمت میکنی بانکمات فایز میخره. پول میپرتوی نالوگ فایز میخورده. پول میپرتویان تا نالوگ فایز میخورده. نه دیگه قبول نمیکنیم. چی در کره این مودا مینوسای؟ چی در کره مودا وقتی کلینت پول میپرتوی با ایمون نالوگ میگیرن. مودا در کنیستیم ما قبول نکردیم دوشنبه ما udalید میکنیم. ساکنان شهر دوشنبه از این طرحی که هنوز آزمایشی است استقبال نمیکنند. بویا بدناسی ده، بویا چی بگیریم یا چی بکنیم نمی خوب نیست. هرچند برخی تاجران میگویند مجبورند این انداز نو را سپارند، اما برخی دیگر آن را بر ضرر تجارت خود میدانند. فرق نداره. نالیچ باشه میگیریم کارتام باشه قبول میکنیم مقصد. کار ما بیشترش با کارتای مقصد. کار ما قبول میکنیم. باقی که انداز باندن چی میسپارشه؟ چه سرکشی میکنیم؟ با وجود سرگردانی و نگرانی های تاجران و ساکنان در آژانسی اینواتسیا و فناوری‌های نو تاجیکستان با بهانه مصروف بودن متخصصان نخواستند جزئیات این طرح را به خبرنگاران رادیو آزادی شرح دهند. اما در مطالبی که این نهاد در صفحه‌های خود در شبکه‌های اجتماعی و رسانه‌های دولتی نشر کرده است، گفته می شود که در دایره این طرح انتقال عادی مبلغ بین اعضای عائله، دوستان، نزدیکان و دیگر شهروندان توسط همیان‌های الکترونی اندازبندی نمی شود. ولی در یکی از بندهای ضمیمه این طرح که در اختیار رسانه‌ها قرار گرفته است، گفته می شود که اگر از یک شخص واقعی به شخص واقعی دیگر در یک روز توسط همیان‌های الکترونی بیشتر از 10 پرداخت با هدف تجارت انجام شود، این عملیات اندازبندی می شود. ولی این نهاد نگفته است که طرح چگونه معین میکند که کدامی از پرداخت تجارتی است و کدامی خصوصی. هرچند در ضمن این طرح آمده است که این نظام معلومات را در اختیار مقامات انداز میگذارد و آنها صاحبکار بودن یا نبودن صاحب همیان الکترونی را دقیق میکنند. این نهاد برخلاف نگرانی های ساکنان کشور در یک بیانیه روز 19 می اعلان کرد که هدف طرح آوردن سبکی با صاحبکاری انفرادی در تاجیکستان است که از جمله معیار انداز برای این گروه صاحبکاران را با جای 6% قبلی 3% پیش بینی می کند. قرار است این طرح پس از مرحله آزمایشی از 1 سپتامبر سال 2026 اجرایی شود. تاکنون موقع بانک ها در برابر این اقدام معلوم نیست. دفتر مطبوعات بانک ملی تاجیکستان میگوید که هنوز شکایتی از بانک ها به آنها نرسیده است.
شما برنامه اخبار رادیو آزادی رو تماشا دارید. در این روزها ساکنان تاجیکستان 85مین سالگرد ادیب مردمی لایق شیرالی رو جشن میگیرند. هرچند 26 سال می شود این شاعر محبوب میان دوستان و هواداران نیست، شعرش یگان دقیقه از زبان و بیان مردم نرفته است. به اعتراف دانشمندان شعر تاجیکی، لایق شیرالی شورانگیزترین غزل‌های عاشقانه، صمیمی‌ترین مادرنامه و خیامنامه و دلرس‌ترین شعرهای معاصر را سروده است. در همین حال همکاران ما در یک پرسش سرراهی از ساکنان سر محبوبیت اشعار این ادیب معروف را پرسیدند. محبوبیت لایق بسیار چیز به زبان عادی اگر فهمه آن است که شعر اصیل صاحبش پیدا میکنه. مثلا محبوبیت رودکی از آن است که 1000 سال گذشته است و اون شعر زنده است. محبوبیت لایق هم آن است که مثلا در لیریکا ما اگر غلط نکنم در سالهای آخر نفری نداشتیم که به منزلت و مرتبه لایق در شعرهای لیریکی رسیده باشد. همین بود، مردم برای همین دوست می‌دارند. هر هنری والا همه خریدار دارد. محبوبیت لایق سببش همون است. باز میخواهم که از نو کودکی نادان شوم، باز میخواهم که از نو کودک گریان شوم. افسوس که تجربه به زبان ازبکی و یک از کتابشان نیست. ما تاجیکی یاد گرفته کتابشان خوانده، فرزنده و هم گم این کس یک مرد یگید بودن. اول شعرشان هم هر یک اسکاخ بود. اول کس خیلی نوشته خوانده رفته هم میگرفتیم. در بهشتیم آسمان باعث چی گریان است. در این دنیا گریه تو بس نبود که باز باران است. یکی از شاعران برجسته تاجیکستان می باشد. خطا نکنم اگر 21 می سال 1941 در شهر پنجکین به دنیا آمدند و ما بسیار در مکتب درباره آن کس خوانده بودیم و یکی از اثرهای آن بسیار در مکتب گذاشته بودیم. خطا نکنم مردی راه بود. معلومات نداریم. شوق و هوس همین شعر لایق شعری هستم، تا حاضرم هستم درباره وطن، درباره عشق، درباره مادر، درباره همه چی بسیار پرزمامون بودن شعرشان. تا حاضرم کمم گوش میکنم میخوانم. من آوازخوان که هستم، البته که ما از اشعار استاد باید داشته باشیم. استادانی که در حقیقت یک شاعران معاصری که امروز نقش قلم خودشان گذاشتن در زندگی، در تمام امروزه فعالیت امروزه ما که بهترین شخصیت بودن و ما از آن خیلی شاد هستیم، خرسند هستیم که با استاد همکاری داشتیم در دوره جوانی. البته با ترانه های اون که با شعرهای اون کس ما به وایه رسیدیم که بهترین شعرهایی که استاد دارن یک ترانه مادر است که من در تمام معرکه اون ترانه رو میخونم، زمزمه میکنم. زمین و آسمانی من توی مادر، توی مادر، جهانی بیکرانی من توی مادر، توی مادر. و خبر دیگر هم داریم. شورای علمای تاجیکستان روزی تجلیل عید قربان را معین کرد. طبق حساب این شورا امسال عید قربان 27 می فرا می رسد. نماز عید باشد ساعت 6 صبح در مسجدهای کشور خوانده می شود. مطابق تعلیمات دین اسلام عید قربان همه ساله سنه 10 ماه ذوالحجه سال شماری هجری قمری فرا می رسد. عید قربان در تاجیکستان یک عید رسمی است و به این مناسبت مردم استراحت می کنند. به مناسبت عید برخی خانواده ها چاروا ذبح می کنند. زیارت قبر گذشتگان و عیادت خویشاوندان و نزدیکان یکی دیگر از عادت‌های عید دانسته می شود. 4 سال پیش مقامات تاجیک عیدگردک کودکان را منع کردند و از پدر و مادران خواستند که فرزندانشان را نگذارند در این معرکه اشتراک کنند. ولی این محدودیت برای بسیار ساکنان که عید را یک مایه شادی کودکان می نامند خوش نآمد.
دوستان عزیز 15 دقیقه که در اختیار داشتیم به پایان میرسد. تشکر از یکایک شما که ما را همراهی کردید. برای آگاهی از آخرین خبرهای تاجیکستان و جهان می توانید به سامانه رادیو آزادی وارد شوید. همچنین مطالب نوی ما را از صفحه های شبکه‌های اجتماعی اینستاگرام، تلگرام و تیک تاک و فیسبوک هم می توانید پیگیری کنید. فردا با خبرهای تازه ما باز برمیگردیم. خود را احتیاط کنید و خدا نگهدار.